همه به غلط کردن میافتن. کجا پول ما و تفاوت بنزین رو به حساب مردم واریز کردید؟ کجا پول نمیدونم اعداد و ارقامی که وعده و وعید میدهید به حساب مردم واریز کرده اید؟ چرا بازی میکنید؟ چرا ستم میکنید؟ مگر تجربه نشد برای شما دوران شاه که چنین ظلم هایی کردن؟ خیلی از شما کمتر ظلم کردن، خیلی از شما آگاه‌تر بودن، خیلی از شما بزرگوارتر بودن، خیلی از شما پابندتر به دین و به شرف و به خدا و پیغمبر و 14 معصوم بودن. بدون هیچ گونه ادعایی لباس پیغمبر به تن کرده اید و چنین ستم میکنید. خدا را عصبانی کرده اید، غضب کرده است. آقا حجت ابن الحسن العسکری را نمیخواهید که کاری بکنید که او بیاید ضمانت این مردم شیعه مرتضی علی را بکند. تا کی باید کشته بدهیم؟ تا کی باید این چنین شرایطی داشته باشیم در شرایطی که داریم وارد مهمانی خود خداوند میشویم؟ آخر چرا چنین میکنید؟ آخر این چند روز دنیا، این چند سبای دنیا چه ارزشی دارد؟ برای چه باید این گونه باشد؟ به چه دلیل باید این رفتارها رو بکنید؟ والله قسم، بالله قسم، تالله قسم، مرگ برای همه است. مرگ برای همه است. هیچ کس از مرگ فراری نیست. هیچ کس در هیچ جا در هیچ شرایطی نمیتواند نمیرد. حتی اسرائیل هم که آخرین فرد است از این دنیا باید رخت ببندد. پس بنابراین چرا طبیعت خدا را چنین کردید؟ معادن خدا را چنان کردید؟ دریاهای خدا را چنان و چنین کردید؟ حال هم رحم نمی کنید، مردم رو گدام فکر می کنید، مردم رو در شرایطی قرار می دهید که باشون مثل یک گدا برخورد می کنید، مثل صدقه خور برخورد می کنید. آیا 45,500 تومان به کدام زندگی میتواند جوابگو باشد در شرایطی که در سوپرمارکت ورود میکنی، در میوه فروشی ورود میکنی 2 تا پاکت نمیشود؟ حال اون موقع خجالت نمیکشید که بیایید ملت رو بهشون بگویید آقا همه تأمین میشوید، همه رو تأمین میکنیم، هیچ چکی رو برگشت نمیزنیم تا 5 ماه، تا 4 ماه، تا 6 ماه، تا بتونیم این رحمت الهی را، این نعمت الهی را که به نام ویروس برای آگاه شدن هم شما هم ملت دنیا خداوند متعال نصیبمان کرده است، با یک روش بهتر، با یک راه بهتر از کشورمون دور کنیم. تلاش کنیم به مردم دنیا هم اونها هم دور کنن. آقا حجت ابن الحسن رو بخواهیم، صدا بزنیم، فریاد بزنیم، التماس بکنیم خدایا غلط کردیم، ستم کردیم. بچه‌های خودتون رو، خانواده های خودتون رو در اوج رفاه و نعمت قرار میدهید و حتی در کشور برایشون شرایط خاص به وجود میآورید، منهای آنهایی که با ثروت‌های آنچنانی به کشورهای دیگر فرستاده اید. حال چه میخواهید از این مردم؟ حال چه میخواهید؟ مگر شاه چه کرد تا مردم رو به خیابون کشون؟ مگر کدام ظلم تا به حال در طول تاریخ پایدار بوده است که شما چنین ظلم میکنید، چنین ستم میکنید؟ رحم و مروتتون کجا رفته است؟ به یاد بیاورید اون روزگارانی که میخواستید سوار این ملت بشوید، چگونه ملت میکردید، چگونه التماس میکردید آخوندی که 5,000 میگرفت تا منبری در یک مجلسی برود، این 5,000 را به عنوان منبرش بگیرد، حال ماشین ضد گلوله سوار میشود، حال امضای میلیاردی که چه عرض کنم چند صد میلیاردی میکند. چرا افرادی که ظلم کردند، چرا افرادی که ستیز کردند و خطا کردند و اموال بیت المال را خوردند، اینها رو به تلویزیون نمی آورید تا مردم ببینن اینها چه هستن، الا اینکه همه اینا از بستگان خود شما هستن،
از وابستگان خود شما هستند، از افرادی هستند که رئیسشون خود شما هستید. اگر من بچه سید بودم که کس و کاری نداشتم، به یقین من رو به تلویزیون میبردید و نمایشم میدادید 1000 بار، 1000 بار. چرا این کارا رو میکنید؟ چرا این کارا رو میکنید؟ تا کی میخواید ستیز کنید؟ تا کی نمیخواید بپذیرید؟ آی دولت مردا، اگر این میز و صندلی ها، این امضاها وفا داشت، به گذشتگان خودش وفا میکرد و همچنان اونها بودن پشت این میز و صندلی ها که نوبت شما نمیشد که نمیشد. حال چرا فکری نمی کنید؟ حال چرا به داد مردم مظلوم نمیرسید؟ چرا کاری میکنید که ناموس فروشی شروع میشود؟ خجالت نمیکشید که ایرانی بسیار ثروتمند دنیا که خدا بهش روزی رو داده، تو سطل زباله دنبال یه لقمه نون میگرده، تو سطل زباله دنبال این میگرده که پیش زن و بچهش خجالت نکشه، توی خیابون راه میره اشک میریزه، خدایا به من کرونا بده، خدایا من رو بکش ولی به خونم نرسون من رو. آخه چرا نمیفهمید؟ چرا؟ بس دیگه گول زدن مردم، بس دیگه حرف تحویل مردم دادن. خط خون بگیرید، خجالت بکشید، بی شرف ها، بی دین ها، لامذهب ها. آخه چرا به نام اسلام میاید حرف میزنید؟ حداقل مرد باشید، به نام اسلام حرف نزنید. حداقل مرد باشید، مثل اون بی پدر مادرهایی که دارن به دنیا ظلم میکنن ولی حداقل ادعا ندارن، ادعا نمیکنن که ما مسلمانیم، شیعه هستیم، ما چنینیم، ما چنانیم. شما هم همین گونه باشید، تا شیعه مرتضی علی رو زیر سوال نبرید، تا پیغمبر خدا رو زیر سوال نبرید، تا ائمه معصومین رو زیر سوال نبرید. خدا هست، همه جا هست، خدا کار خودش رو میکنه. یقین داشته باشید که خداوند متعال رها نخواهد کرد این ظلم و ستم را. اگر ظلم و ستم نتیجه داشت، دیگران جلوتر از شما کرده بودند، جلوتر از شما انجام داده بودند و تمام این دنیا رو قبضه کرده بودند. چرا؟ برای چی سوء استفاده میکنید از بزرگی و بزرگواری و مشتیگری مردمی که در تمام صحنه ها حضور داشتند؟ جنگ است، سینه سپر است، سیل است، سینه ها سپر است، آتش سوزی است، همه با هم میآیند، کروناست، همه با وجود میآیند، کمک های نقدی است، همه میآیند، کمک های غیر نقدی است، همه میآیند. شما خجالت بکشید. در دیزی باز حیای گربه کجا رفته که این چنین رفتار میکنید؟ آخه خجالت هم داره، شرم هم داره. لباس پیغمبر رو به تن کردید و ظلم میکنید تا یه عده نسل جوان امروز همش بگوین دین این است، خدا و پیغمبر این است، 12 امام و 14 معصوم این است. آخه بابا اینا به گوشتون نمیرسه؟ کرید؟ نمیفهمید؟ همین بس که فرستادید زن و بچه‌تون رو به دنیاهای دیگر، کشورهای دیگر، حالا فکر میکنید ویروس آنجاها نمیرود؟ ویروس میرود، ویروس کار خودش را میکند. خدا را شاکرم که ویروس نه رئیس میشناسد، نه پلیس میشناسد، نه مسئول میشناسد، نه رئیس جمهور میشناسد، هیچ کس را نمیشناسد الا اون کسانی که به مردم ستم دارند و ستم میکنند. و بچه‌های شما هم از این قصه در امان نخواهند ماند. خدا را شاکرم، خدا را شاکرم هزار فرو که 1 دینار، 1 قران از نظام جمهوری اسلامی 1 دینار نگرفتم. اگر این چنین ناله میزنم، با تمام وجودم حرف دلم را میزنم. اگر پیدا کردید، اگر دیدید که من 1 قران گرفتم از کمک‌های شما، بیایید، من در خدمتتان هستم. این 1 قلم جان است که هیچ ارزشی دیگر برای من ندارد و لذا من آماده